در ولایت سوغد مسابقه 20 روزه اولی پخته‌سپاری موافق شهر و ناحیه‌های پختکار جنبست گردید. در این مسابقه پختکاران ناحیه باباجان غفوروف و سپیتمن غالب دانسته شده سزاوار جای اول گردیدند. اطلاع داده شد که پختکاران و کشاورزان ناحیه باباجان غفوروف در این دوره 11159 تانه یا خود برابر 60.3% دورنمای سالانه و ناحیه سپیتمن باشد 8424.2 تانه یا برابر 60.3% دورنمای سالانه پخته جمع آوری نمودند. رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده در وضعیت تنتنوی به رئیس ناحیه باباجان غفوروف ظفربک دولتزاده و رئیس ناحیه سپیتمن ویمپلی سیار و مکافات پولی به مبلغ 17,000 سومانی تقدیم نمود. چاره‌بینی تنتنوی در مرکز شهر خوجند با مقصد هوسمندی کشاورزان و پختکاران شهر و نواحی ولایت با اشتراک رئیس ولایت رجبای احمدزاده، نمایندگان سرریاستی کشاورزی، پختکاران فعال جماعت و شهرک، دانشجویان و آموزگاران و فعالان ساحه برگزار گردید. در مسابقه 20 روزه اولی پخته‌سپاری جای دوم را پختکاران ناحیه جبار رسولوف سزاوار گردیدند. چینکچیان ناحیه در این دوره 6427 تانه یا خود برابر 56.4% دورنمای سالانه پخته جمع آوری نمودند. بهره هوسمندی پختکاران و کشاورزان ناحیه جبار رسولوف با مبلغ 8500 سومانی سرفراز گردیدند. در جنبسته اولی مسابقه مهنتی بین جماعت‌های پختکاری ولایت باشد جماعت دهاتی حیاتی نوی ناحیه جبار رسولوف غالب دانسته شد. آنها در این دوره 856 تانه پخته استحصال کرده دورنمای سالانه را 102% تامین نمودند. همچنین اطلاع داده شد که در دوره 20 روزه اولی مسابقه پخته چینی یک قطار چینکچیان جماعت و شهرک‌های حدودی ولایت نیز فعال بودند. برای اشتراک فعالانه در دوره مسابقه نایل گردیدن و دستاوری نظررس و در سطح بلند تشکیل نمودن مواسم جمع‌آوری پخته خواجگاه دهقانی شهردیری ناحیه 8 کپریتی تجارتی خواجگی جمع‌آوری به نام تورسوبای خوش‌شطرف، جمعیتی سهامی به نام سیدکوجا اورونکوجاف و جمعیتی سهامی به نام عبدالرحیم جمعه ناحیه باباجان غفوروف، خواجگی دهقانی آزادجانی ناحیه ظفرآباد، خواجگی دهقانی گل شادی ناحیه مسجد، جمعیتی سهامی شکل شادی به نام انجام بایماتی شهری کان بادام، خواجگی دهقانی امام اعظم ناحیه جبار رسولوف و خواجگی دهقانی ینگی آباد ناحیه سپیتمن خواجگاه فعال حسابیده شده. هر یکی آنها با مکافات پولی و مبلغ 1000 سومانی سرفراز گردانده شود. در جمع‌آوری حاصل امسال کشاورزان ناحیه باباجان غفوروف، جبار رسولوف، ظفرآباد و سپیتمن سهمی بیشتر گذاشتند. آنها هر روز به حساب میانه برابر 2.5 و 3.5% نقشه سالانه حاصل جمع‌آوری نموده پیش‌صفان مسابقه 20 روزه اولی پخته‌سپاری در ولایت شدند. رئیس ولایت سوغد رجبای احمدزاده غالبان مسابقه را با این ظفر مهنتیشان تبریک نموده افزود که کشاورزان ولایت باید برای بی‌تلف جمع‌آوری نمودن حاصل پخته تا پغه آخرین کوشش به خرج دهند. تاکید گردید که باد و هوای امسال نوبسته از تغییریابی اقلیم برای رشد پخته خیلی مساعد آمد و پختکاران ولایت نیت دارند که با استفاده از امکانیت‌های موجوده حاصل خوب به دست آورند. در نظر است که سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری نزدیک 134,000 تانه پخته استحصال کرده شود. تا امروز به خرمنی وطن 55,363 تانه طلای سفید ریخته شد که به 41.4% دورنما برابر می باشد. در برابر این کشاورزان ولایت عهدهدار گردیدند که از حساب بلند برداشتن حاصلناکی حجم استحصال پخته را به زیاده از 140,000 تن رسانند. دستاوردهای شهر و ناحیه‌ها و خواجگی‌های ذکر گردیده از امکانات و ذخیره‌های موجوده شهادت می‌دهد و دیگران را نیز به پیشروی هدایت می‌نماید. در رابطه به این میخواهم به حشرچیان کارمندان ساحه مختلف اقتصادی اجتماعی ولایت که با امر دل به کمک کشاورزان برآمدند میانه‌داری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد را بیان نمایند. حشرچیان با همت چون هر وقت به مرد دهقان دست مدد دراز نموده در موسم داغ و زر جای خود را در میدان پخته‌زار میبینند و برای بنیاد خرمن طلای سفید ولایت سهم ارزنده خود را می‌گذارند. طبق معلومات‌های فوری همروزه در جمع‌آوری پخته بیش از 60,000 سهامداران و یاردمچیان اشتراک نموده نزدیک 4,000 تانه پخته جمع‌آوری نموده ایستادند و این به حساب میانه به هر یک چینکچی 60 کیلوگرمی راست می‌آید. همزمان با مقصد پوره جمع‌آوری نمودن حاصل همه زراعت‌های کشاورزی در حدود ولایت سوغد 60 روزی مهنتی ضربدار اعلان گردید.
гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотии Хабар.